سلام سلام سلام. میرزایی ساناس با قدرت شروع کردیم. یه چند دقیقه صبر میکنیم دوستامون بیان، هرچند که تا الان یه 2 بارم قطع و وصل شده. نمیدونم این تعداد یه ذره عجیبه. چند دقیقه صبر میکنیم دوستامون بیان. من خودم امروز دیر اومدم. سلام 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 سلام. یه چند دقیقه امروز دیر شد، ببخشید. ولی خب تعداد بیاد بالا که شروع کنیم طبق معمول همیشه. سلام به همه. نکته اول، برای هر ماه یک هفته‌ای که در پیش دارن، یعنی از امروز که 12 تا هفته آینده جمعه، جدا جدا کارت میکشیم. بعدش هم که میریم سراغ تکنیت‌ها و ادامه قضایا و همون صحبت‌های همیشگی. من تا اینا رو درست کنم فقط باید تعداد برسه بالا دیگه. یعنی اصلا من الان چشم نمیبینه 2 4 اصلا یه همچین چیزی تا الان نداشتیم. یا وی پی ان من مشکل داره، صدا، اینا همه چیز درسته الان. آها نه، وقتی جواب نمیاد یعنی یه چیزی مشکل داره. چه کنیم؟ خیلی با تاخیر. بله الان همه چیز درست. آره پس تعداد چرا اینقدر کمه؟ مجبوریم صبر کنیم تا دوستامون مطلع بشن، چون اصلا با این تعداد که خب عالی، مرسی. ولی هر جوری داریم حساب میکنیم تاخیر هست دیگه توی صدا. وای میسیم تعداد یه ذره بره بالا که دیگه شروع کنیم. من یه تصمیم گرفته بودم، یه سری کارتایی دارم اینجا، کارتای احساسیه. میگم البته تعداد بره بالا نظر سنجی کنیم. عالی همه چیز. مرسی مرسی مرسی. فقط تار میبینم. صدا و تصویر عالیه. مرسی. صدا و تصویر عالیه. تعداد یه ذره عجیبه. تعداد یه ذره اونو نمیدونم. خب شروع کنیم. هفته چه خبر بود؟ هفته چطور بود؟ هفته ای که گذشت چطور گذشت؟ حواسمون باشه امروز خانم راهیل هر موقع وارد لایف شد سریع ازش شیرینی بگیرین. هفته پیش اینجا نیت کرده بود که آزمون قبول میشم یا نه. دیروز یا پریروز بود جواب بهش داده بودیم بله. دیروزم دایرکت داد که بله قبول شده. خدا رو شکر.
واقعا خدا رو شکر. خب دیگه ما مجبوریم ما همین 6 نفر شروع کنیم دیگه، بیشتر از این نمیتونیم وایسیم. طبق معمول همیشه لایک رو سیو میکنم دیگه، لطف کنید با لایک و کامنتتون حمایت کنید. نظری که داشتم این بود، میخواستم تعداد بره بالا، بپرسم ببینم این کار رو انجام بدیم یا نه. من یه دونه دک تاروت احساسی دارم، منتها خیلی نمیتونم بیارم، این یه ذره دیگه عکس‌ها مورد داره، از عقب باید نگه دارم. نظرم این بودش که کلا این هفته تقنیت احساسی فقط بگیریم از روی این دک تاروت. تعداد پایینه پس این کار رو نمی کنیم، همون میریم سراغ کارت های خودمون. با دعای همیشگی لطفاً به آمیناتون حمایت کنید. اول از خدا سلامتی برای خانواده هامون که از خودمون عزیزترن، سایه بزرگترمون بالای سرمون مستدام باشه، سلامتی خودمون، آرامشمون، جیبا پرپول، لبا خندون، دیوار زندان خراب شه، جوونامون جاشون تو زندان نیست و همه در آزادی باشن. الهی آمین. سریع میریم سراغ کارمون. فروردین ماهیا، همون طبق روال همیشه فروردین ماه شروع میکنیم ببینیم که فروردین ماهیا این هفته چی در پیش دارن. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. فروردین ماهی، مرسی از آمینایی که گفتیم. فروردین ماهی، فروردین ماهی کار قانونی اگر داری نیاز به وکیل داری، درست دارم میگم؟ آره اینا. فروردین ماهی تو این هفته برات حمایت شدن رو دارم میبینم. این حمایت میتونه حمایت احساسی باشه، این حمایت میتونه حمایت کاری باشه، حتی داره بهت میگه فروردین ماهی حواست رو جمع کن. اگر توی این هفته میخوای اقدامی انجام بدی با شراکت و کمک های کسای دیگه انجام بده. خیلی حالت استقلال و حالت تکی برای فروردین ماهیا تو این هفته قشنگ نیست. حتی داره میگه فروردین ماهیا تو این هفته تا جایی که میتونن تنها نمونن و اینکه حمایت افتاده دیگه. هر کاری که میتونه حمایت ربطی به حمایت و حمایتگری داشته باشه برای فروردین ماهیا توی این هفته دارم میبینم خوبه. حتی میتونه نشون دهنده این باشه که فروردین ماهیا خودشون توی این هفته باید دیگران رو حمایت کنن و از حمایت خودشون برای دیگران دریغ نکنن و از حمایت خودشون برای دیگران دریغ نکنن. اونم که گفتم در مورد مسائل قانونی برای فروردین ماهیا کارت وکیل افتاده، انگار کار به دست کاردون سپردن افتاده برای مشاوره. حتی دارم میبینم که انگار حالت مشاوره هم برای فروردین ماهیا افتاده که میگه مشاوره بگیریم تو هر کاری، صحبت کردن تو هر کاری، نه حتما کارهای قانونی. ماه دوم اردیبهشت ماهیا. اردیبهشت ماهیا کیان؟ خودتون، پارتنرتون، خانواده ها. سلام سلام سلام. ببخشید من خیلی بهم دوره، من گهگدار یه سلام اینجا میبینم و جواب میدم. خب اردیبهشت ماه، اردیبهشت ماه میخوایم ببینیم توی این هفته چی در پیش داره. خب در مورد اردیبهشت ماهیا دیدین کارتو؟ خب اردیبهشت ماهیا تو قسمت کمر به پایین نیاز به مداوا هستش. خانم هایی که تو قسمت زنانه بیماری دارن حتما توی این هفته پیگیری کنن. خانم های باردار حواسشون رو جمع کنن توی این هفته. از اینایی که انگار مثلا باید خیلی حالت سوسو عمل کنن، استراحت مطلق و این صحبت ها برای خانم ها تو قسمت پایینی بعدن که این کمر به پایین دارم شرایطی رو میبینم که انگار میگه حواستون رو روی این قضیه باید خیلی جمع کنی. در مورد کسایی که در انتظار به سر میبرن، انتظار هر چیزی فرقی نمیکنه، این دیگه خانم و آقا نداره، داره بهتون میگه مدت زیادش رفته و کمش مونده و انگار انتظار داره به پایان میرسه. اردیبهشت ماهی کم نیار، انگار زمانیه که دیگه وقت برآورده شدن حاجاته. یه دفعه میبینی همون آخرا یه دفعه پا پس میکشی و این اصلا قشنگ نیست. اردیبهشت ماهی توی این هفته شاید اتفاقایی که میخوای نیفته، ولی قطعا رسیدن به یک جنبه های مثبتی رو میبینم توی این هفته برات. فروردین، اردیبهشت، خرداد ماهیا بیان بالا. خرداد ماهی خودتون، پارتنرتون، خانواده هاتون. خرداد ماهی دیدین؟ خرداد ماهی ها کیان؟ ای خرداد ماهی ها یک
زندگی توی این هفته یک زندگی روال عادی، یک زندگی معمولی و زندگی روتین رو داره میگه. من خالی از هر گونه هیجان دارم میبینم، خالی از هر گونه اتفاق چه مثبت و چه منفی دارم میبینم. و اینکه میگه روال همون روال سابقه، همون اتفاقای سابق، همون روال سابق، آنچنان هیجان خاصی که بگیم مثلا کار خاصی وجود نداره یا همچین چیزی نیست. فقط در مورد خرداد ماهی ها یک چیز دیگه ای رو هم که دارم میبینم، امکان داره خرداد ماهی توی این هفته به کسی پولی قرض بده یا مثلا هدیه‌ای به کسی بده، یه چیزی عجیبش بره، ولی به خوشی داره خرج میشه. یعنی هر چیزی که هستش شرایطش رو شرایط خوشحالی و شرایط لبخند میبینم. با اینکه میگه میره مثلا پولو میدیم هدیه رو میخریم، ولی شرایطش شرایط خوشحالی هستش و شرایط ایدئاله، اتفاق خاصی نمیفته، کیسای احساسی همچنان مثل همیشه با هم هستن. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، شرایط کاری رو روال داره پیش میره و شرایط اینی که بخوایم بگیم اتفاق و هیجان خاصی میفته، حتی کاتیا قرار نیست با هم آشتی کنن. خرداد ماهیایی که با هم دیگه کات کردن تو این هفته آشتی براشون نمیبینن. میگه همه چیز همونجوری طبق روال داره پیش میره، ان شاءالله که هفته برگرده هر چی منفی مثبت شه، مثبت هم ادامه دار بشه. فروردین اردیبهشت خرداد تیر ماهی جنگ داری. تیر ماهی حواستو جمع کن. تیر ماهی جنگ و جدل، از جنگ و جدل به دور باش. تیر ماهی خیلی 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 هم از لحاظ فکری دارم میبینم که افکارت به هم ریخته است، اصلا نقشهات انگار به نتیجه نرسیده. تیر ماهی داره بهت میگه که انگار همه چیز اونجوری که تو میخواستی پیش نرفته. حتی دارم برات مخالفت میبینم، حتی دارم برات لفظی مشاجره دارم ببینم. یعنی برعکس خرداد که هفته آرومی داشته، تیر ماهی داره بهت هشدار میده، میگه این هفته میتونه هفته ای پر از تنش و چالش و استراب و استرس باشه. بنابراین بهترین کاری که میکنی تیر ماهی جان عزیز، از هر گونه دعوا، تنش، ناراحتی، حتی ولو در حد این باشه که صدات یه مقدار بره بالا، ولو در حد این باشه که مثلا یه تنش کوچیک باشه، به هر صورت دوری کن، چون اصلا آخر عاقبتش رو خوب نمیبینم. فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد ماهیا، خودتون، خانواده، پارتنر. مرداد ماه کارتا دیدی؟ خانوم های مرداد ماهی، خانوم های مجرد مرداد ماهی این هفته میتونن وارد روابط احساسی بشن و پیشنهاد دارن، پیشنهادایی از سمت آقایون جوان. در مورد فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد ماه داریم صحبت میکنیم. خانم های مرداد ماهی پیشنهاد از سمت آقا دارم میبینم، پیشنهادهای احساسی از سمت آقایی دارم میبینم که میتونه شروع کننده یک هیجان، یک عشق، یک شرایط ایمن شده و یک شرایط مطلوب برای شما باشه. آقایون مرداد ماهی پیشنهاد کار جدید، شراکت های جدید دارم میبینم. آقایون مرداد ماهی میگه اتفاقایی که داره میفته اینه که شاید تو لاین کاری جدید مجبور شیم پا بذارین، اما این شراکته. یعنی لاین کاری که داریم میگیم لاین کاری تنها خودم برم نه، شراکت دارم میبینم. در هر صورت تو هر قضیه‌ای باشه صحبت از یک آقای جوانه، صحبت از یک آقای جوانی که میتونه بسیار 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 تاثیرگذار باشه. سلام عزیزم، سلام عزیزم. فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد، میریم شهریور. خرداد تیر مرداد شهریور، آخرین ماه تابستون رو میگیم و دیگه صبر میکنیم نفرات بره بالا که بقیه ادامه کارمون رو بدیم، چون اینجوری یه ذره انگیزه ها پایینه. چرا امروز چرا اینجوری انقدر پایینه؟ اینو رو شهریور نگه داریم. امروز چرا تعداد انقدر پایینه؟ چی شده؟ تعطیلی بوده؟ سلام، خدا رو شکر این هفته یادم بود تو لایوتون رسیدم. ماه تولدتو بگیم ببینم خوندم. خانم محسان اچ محسان 13. بله آرزو 17 و این کارت بسیار کارت مهمیه. دیگه به 10 نفر برسه که ادامه بدیم دیگه. اصلا این با این تعداد
چرا حالا اینقدر تعداد کمه؟ ایشالا که خیر باشه. بفرمایین. فروردین رو گفتیم براشون راجع به حمایت کردن. در مورد فروردین ماهی ها گفتم که این هفته حمایتگری، حمایت شوندگی. تو هر کاری که میخوایم پا بذارین حواستون باشه با یه نفر مشورت کنین. فروردین ماهی ها. بذارید من شهریورم بگم بعدش دیگه شروع کنیم دیگه ها. شهریور ماهی وقت سرمایه گذاریه. شهریور ماهی وقت پول سیف کردنه. وقت زمانیه که برای پولات نقشه بکشی. زمانیه که برای بی تدبیر و بدون تجربه همینجوری رو هوا جلو نری. زمانیه که با تمام نه با دیدگاه شهریور ماهی، نه با دیدگاه خودت بخوای جلو بری، نه، میگه که با تجربه، با تعقل. ولی دیگه اینجوری نشستن دست و دست گذاشتن رو هم سلام آقا، دیگه اینجوری نشستن دست و دست گذاشتن رو هم برای شهریور ماهی ها اصلا مناسب نمیبینم. شهریور ماهی این هفته زمانی که باید شروع کنی، تومن تو 100 تومن کنی، 1 تومن تو 10 تومن کنی. این از مسائل مالی. اما در مورد شهریور ماهی ها، در مورد مسائل احساسی، سیاست به خرج بدین. خیلی دارین رو بازی میکنین، یا اینکه همون روال گذشته، شهریور ماهی یا همون روال گذشته رو دارین تکرار میکنین. خب قطعا همون میشه، یعنی همون نتیجه گذشته رو هم میده. سیاست یعنی یک تغییر روشی و تو خودتون، تو روابط احساسیتون به کار ببرید تا به نتیجه برسید. اون روش گذشته همون نتایج گذشته رو هم به همراه داره. 6 ماه اول سال تموم شد، میخوایم بریم انشالله سراغ 6 ماه دوم سال. اما تعداد کمه. مهرماهیای مهربون. اصلا من میام رشته کلام از دستت خارج میشه آقای علی اکبر. دقیقاً. بله ما الان منتظریم تعدادمون بره بالا. اول یه هفته کارت برای 6 ماه دوم سال بکشیم، بعد دیگه شروع کنیم تکنیت ها. من الان جون شد. سلام علیکم آیلا جون. سلام. مهر آره آقای علی اکبر کرد بچه، اصلا هنوز 6 ماه دوم سال رو نگفتم. منتظرم دیگه تعداد بره بالا دیگه. خدایی آدم اذیت میشه با این تعداد. آره مهر آیلاره. تا الان که 2 تا مهری داشتیم، 2 تا مهری داریم. منتظریم مهریا بیان ببینیم مهریا این هفته چی در پیش دارن. مهرماهیا خودتون، پارتنرتون، الهی به امید تو یه انرژی بدین. خب اینو من بذارم اینجا. مهرماهیای مهربون، مهرماهیای عزیز. خب خدای مهرماهیا مهربون. من امروز روز مهمیه برام مارال. امروز برای کل مملکتمون روز مهمیه. امروز 12 بهمنه. آره برای همه روز مهمیه. تولد الهام نجیب زاده امروزه. مهرماهی این هفته چی در پیش دارم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. روز نیرو هواییه. مهرماهی ها. خب مهرماهی عنصر انداخته برات. فروردین، مرداد، آذر. این بذار ببینم خب عنصر انداخته که چی. فروردین، مرداد، آذر. و 3 تاش هم رد کردیم برای مهرماهی ها. خب امروز برای من انرژی مثبت بفرستین انشاءالله. برای مهرماهی ها که دارن اینجوری شهریور رو گفتم، دوباره میگم به چی گفتم سیوش کن. مهرماهی میگه اولا که فروردین، مرداد، آذر، اگر با یه همچین کسی در ارتباط هستی یا اینکه حالا هر کاری که داری میکنی ربطی به کسی داره که عنصرش عنصر
آتشه، یعنی یا فروردین یا مرداد یا آذر هستش، اتفاقای خوبی داره میفته. شرایط خوبیه، شرایط اعتماد کردن افتاده، قدم برداشتن افتاده. اما این هفته ای که برای مهر ماهیا گرفتیم، شرایط مهر ماهیا اعتماد به نفس فوق‌العاده بالا دارم میبینم و اون فروردین مرداد آذر ستاش رد شده، یعنی داره اصلا به مهر ماهی رفرنس میده، میگه مهر ماهی حواست رو خیلی جمع کن، خیلی خوبه، دقیقاً دوره سختی شما تموم شده، الان خودت الان وقتشه که گیریمتو از آب بکشی بیرون و رو پای خودت وایسی و شرایط مطلوب، مثبت، ایدئال دست رو هر کار بذاری برات اتفاقای خوب. مهر ماهی خیلی برات عالی انداخته، فوق‌العاده این هفته رو برات دارم خوب میبینم. همینجوری که دلت شاد میشه عزیزای مهر ماهی، خواهشی که ازتون دارم دعا کنید بقیه هم دلشون شاد بشه. الهی آمین. مخصوصا اون تیر ماهیایی که انداخته بودیم، مهر آبان ماهی اصلا امکان نداره. آبانی ها انقدر عجولن. شما لایوهای قبلی هم دقت کنید همین جوریه، اسم آبان میاد کارتش میفته بیرون، اصلا نیاز وای نمیستم بور بخوریم. شرایط ایمنی کامل، اتفاقای خوب، شرایط مثبت، تعادل، خبرهای خوش برای آبانی ها اگر تو کار ساخت و ساز هستید امکان داره یک حالت استوب داشته باشه، امکان داره شرایطی باشه که مثلا یه مقدار رکود باشه، ولی بعدا میفهمیم به نفعتون بوده. این یک. دومی، خانم های آبانی توی این هفته دارم میبینم که مدیریت زندگیشون رو به عهده خودشون میفته، یعنی انگار یه چیزی رو خودشون مدیریت میکنن، یه چیزی رو خودشون حواسشون هستش. خانم های آبانی انگار تماما 0 تا 100 کار رو به دست میگیرن. برای آبان ماهی حالت استقلال همراه با امنیت، همراه با شرایط خوشحالی و شرایط مطلوب رو دارم میبینم که رقم میخوره. آبان ماهی این هفته شراکت نیست، یعنی حتی به شراکت فکر هم نکن. اگر این هفته بهت حتی پیشنهاد شراکت دادن، یعنی تماما باید استقلال دست خودت باشه. آبان ماهی خواهشی که ازت دارم به هیچ چیز شراکت اصلا فکر نکن و مستقل رسن خودت جلو برو. مهر، آبان، آذر ماهی ها کیان؟ خودتون، پارتنرتون، خانواده هاتون. کیا آذر ماهی ها؟ برای آذر ماهی ها ادمین فاطمه. برای آذر ماهی ها از لحاظ کاری تحصیلی، احساسی خیلی دیر اومدید. بذار آذر ماهو بگم، ما اتفاقا میخواستیم امروز دیگه تارات احساسی داشتیم، میگفتیم از لحاظ احساسی فقط بگیریم که دیگه تعداد کم بود و همونجوری گرفتیم. آبان، آذر، مهر، آبان، آذر. نقل و انتقال رو دارم برات خوب میبینم. شرایط نقل و انتقال، چه تو محل کار، چه تو شرایط زندگی، چه تو شرایط آذر ماهی کارتاشو نشون بدم. دوتا هم کارت افتاد اینها. برای شرایط مثبت، شرایط ایدئال، شرایط نقل و انتقال دارم میبینم، چه تو مسائل کاری. آذر ماهی که دنبال خونه هستن قطعا این اتفاق براشون میفته. مسافرت هایی که ولی خیلی حالا این مسافرت ها رو ما هوایی نمیبینیم، شاید مسافرت های زمینی کوتاه مدت برای آذر ماهی ها افتاده. مهاجرت نه ها، این اصلا آذر ماهی این مهاجرت نیست، این مسافرت دارم برات میبینم افتاده. در هر صورت هر چیه، یعنی نقل و انتقال، مسافرت، جابجایی، از جایی به جای دیگه رفتن، یا هر چی که هست خوبه، نه بهش نگو و انجام بده. خدا رو شکر برات دارم میبینم که فوق‌العاده خوبه. آذرماهی‌ها که منتظر ویزا، منتظر حالا اوکی شدن، منتظر تاییدیه گرفتن تو محیط کاری، تو محیط حالا هر جایی که هستن، این تاییدیه حتما انجام میشه. یعنی حتی میتونیم این نوید و بشارت رو به آذرماهی‌ها بدیم که ویزاتون اوکی میشه، اقامتتون اوکی میشه. شرایط این گونه رو حتی دارم براتون توی این دوتا کارت میبینم. مهر، آبان،
مهر، آبان، آذر، دی ماه. دی ماهیا سیاوش، پرشین، پارتی بازی هم میکنین؟ چرا؟ خب ایشون خب هنوز 12 ماه سال تموم نشده حقیقت. اصلا خیلی هم انرژی ندارم اصلا که بخوام مثلا تون برم دیگه. تعداد کمه اصلا، این تعداد برای من عجیبه. به خاطر همین من فرواز تشریچی دی ماه دی ماه دی ماه دی ماه دی ماه. دی ماهی ها یک هفته چی در پیش داره؟ دی ماهی خیلی دقت کن تو این یک هفته. خب چی؟ همه سفرن این هفته. چرا این هفته همه باید سفر باشن؟ خب دی ماهی ها رو بگیم. خیلی دی ماهی دو تا چیز خیلی کارت معنادار واسه افتاده دیگه. این دی ماهی مارال منو بیار بالا، ولی اکثرا همه آقا شاید باشه اینجا که همه آقا هم، ولی من اصلا نمیدونم چه جوری باید بیارم بالا. شما باید درخواست بدید، من فقط در حد اوکی کردم بلدم. دی ماهی سلام سلام. دی ماهی ها خب سه شنبه پیش که تعطیل بوده. آها همه مسافرتن. خب آها آره ای بای. پس اینه درسته. خب پس بگیم سریع بریم دیگه. آره مثلا حواسم به این موضوع نبود. راست میگی، یه سه شنبه که تعطیل بوده، پنجشنبه هم که مدرسه. اوکی دی ماهی حواستو جمع کن. این هفته رو یه ذره برات سنگین دارم میبینم. خیلی دقت کن. ببین من کارت دومم کشیدم که حتی ببینم میشه ردش کرد. داره بهت میگه که خیلی دقت کن دی ماهی توی این هفته خدایی نکرده نقشه هات لو نره، حرفت جای درس پیدا نکنه، اتفاقی ببین برات حالت سریو دارم میبینم که انگار بهش تو لفظ بهش میگم پر شده، سر پر شده. حواست باشه خیلی 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 زیاد توی این لباس خوش کرده مرسی. میگه که خیلی خیلی زیاد دی ماهی حواست جمع باشه. این هفته رو یه ذره حالت امکان داره سختی برات ببینم که یه پیچ دیگه، در هر صورت که باید این پیچ رو رد کنی، ولی حواست روی این قضیه هم باشه. حتی میتونه مسئله مشکل مالی هم باشه، حتی میتونه مسئله مشکل کاری هم باشه. دی ماهی تو محل کارت، تو محل تحصیلت، با همسایه ابدا وارد خدایی نکرده بحث و ناراحتی و این صحبت ها نرو دیگه. ببین آره اون یا ابوالفضلی که گفتی دقیقا همونه. من نمیدونم اینجا نوشته یه درخواستی هست، منم هرچی میذارم نمیشه. بهمن ماهی ها تولدتون مبارک. بهمن ماهی ها تولدتون مبارک باشه. امروز تولد الهام خانم مبارک باشه 12 بهمن. خب بچه ها بهمن ماه همین فرمون رو جلو برو. ببین میگه محکم بودن، همین فرمون رو جلو برو. قرار نیستش بهمن ماهی عزیزم شما خیلی تحت فشاری، خیلی ناراحتی، کسی دیگه اشتباه کرده تو بپذیری، یه همچین چیزی رو نداری. اصلا ببین کارتو داره میگه از روی حرفم به تو یک نفره، واقعا روی حرفم به تو یک نفره. داره میگه ببین روی هدفت محکم و مصمم باش. اشتباهی نکردی بخوای کوتاه بیای، کاری نکردی بخوای کوتاه بیای. اینی که بقیه بخوان اشتباه بکنن
بعد تو مجبور شی کوتاه بیای، نه، این جز این که خودتو خراب کنه هیچ چیز دیگه ای نیست. و دقیقاً تا الان چیز دیگه ای میگفتم، کارتی که داره بهت میگه رو همین فرمون جلو برو. این در مورد شما یک نفر. اما در مورد مسائل مالی از بهمن ماهیا داره بهتون میگه یه ذره تو کارتون جدی‌تر، پرتلاشتر، مصممتر باشید. بهمن ماهی از این شاخه به اون شاخه پریدن، آقا خانوم فرقی نمیکنه، از این شاخه به اون شاخه پریدن رو اصلا برات جالب نمیبینم. بهمن ماهی یه خط رو در پیش بگیر، همون رو جلو برو دیگه، یا رومیه روم یا زنگیه سنگ. برای بهمن ماهی ها روی هدف محکم و استوار موندن، روی هدف پایدار موندن رو داره. اینی که شب بخوابی یه حرف بزنی فردا صبحش بلند شی حرف تاس کنی، نه، رو هر چیزی که هستی این هفته محکم چغر تا آخرش رو همون حرف وایسا. کار، تفریح، مسافرت، تصمیم، حرف، هر چیزی که هستش، میگه الان حرفی رو که داری میزنی تا آخر هفته محکم روش وایسا و تحت هیچ شرایطی عقب نکش تا شرایط ایدئال حاصل بشه. چون اصلا این کارت یعنی اینکه کسی دیگه مثلا اشتباهی رو میکنه، یه نفر دیگه باید تومون بده و این اصلا قشنگ نیست. هم میگه وقت این رسیده که دیگه همه به خودشون بیان. اوه اینجا چه خبره؟ مرسی پروژه. خب و اما اسفند ماهیا، اسفند که دیگه اصلا محال ممکنه با این تعداد من اسفند رو بگم. اسفند ماهیا بیان بالا دیگه، اسفند نور چشی و ترتاقاری و اسفند بیاد بالا. اسفند رو بگیم که بریم سراغ تکنیت. یه هفته اسفند رو بگیم. من الان دارم میبینم. پریناز اسماعیلی، پریناز اسفندی، منم اسفندیم. اسفندم بفر پوران زده سلام به روی ماهت. مرسی آلیا جون، خودت پیوست رسول. اسفندی ها کیا؟ اسفندی چی؟ با جاده امامزاده دو، این چیه؟ چی؟ میرزایی، ساناز میرزایی آدرس نوشته. واحد 6 فائزه اسفنده. خب اسفندی ها زیاده. فائزه رحیمی اسفند. آره من خودم اسفندی هم. آیله متن کپی آها آره خانم اسماعیلی، متن کپی شده تونه اینجا پیست کردین، یه آدرس برای ما اومده پیست کرد. اسفند هم بگیم دیگه. خب بچه بریم سراغ آخرین ماه اسفند رو بگیم که بریم سراغ تکنیه. یه دعای خیر برای اسفندی ها بکنید دیگه. بس کردم. آره اسفندی ها میخوایم ببینیم که اسفندی ها از این هفته تا جمعه هفته دیگه چی در پیش دارن، خودشون، تو دلیاشون، کارشون، زندگی این هفته اسفندی ها. پیام اشتباه اومده. آره متوجه شدم. بریم مهمونی. الهام زاده بریم مهمونی. آره پیدا کردیم آدرس رو، بریزیم. انشالله ازدواجن. انشالله همیشه واقعا صدا از هر خونه ای که میاد بیرون صدای خوشی باشه. اما خودم ببین انقدر استرس دارم، خودم کارتو هنوز برنگردوندم ببینم. اسفند اوه اسفندیا. خب این چی؟ میونه دوتا دل بر من، دو دلم کدوم ور، ایور برم یا اون ور. اسفندیا رو دارم میبینم که سر دوراهی گیر کردن. اسفندیا انگار یه جور یه پا بره یه پا نره. از یه طرف مثلا دارم میگم اعتقادات و افکار و این صحبت ها شاید از یه طرف مثلا دله، یا سر دوراهی کاری این کار رو انجام بدم یا ندم، یا اینکه اسفندی از اسفندی ها این شیطنت ها بعیده در آن واحد با دو نفر رو هندل کردن. ولی داره به اسفندی ها آره عجب. اصلا اسفندی داره به اسفندی میگه که امکان داره که مثلا تو این هفته شما تو یک رابطه ای باشی، دومی رو هم بپذیری و میپذیری اسفندی. یعنی
چیکار دارین میکنین؟ آقایون خانمای اسفندی میگه و میپذیرین. یعنی رابطه بعدی هم میاد دیگه، یکی دیگه از اسفند بکش. آیلار میگه یکی دیگه از اسفندش، ببین چیکار باید بکنه. آره واقعا ببین این میشه. کسایی که تو رابطه هم پیشنهاد جدید بیاد میپذیرن، تو اونم میرن. سر دوراهی هم که دوراهی هم افتاده. بذار حالا آره آیلار گفته یکی دیگه بکشیم، ولی واقعا میونه دوتا دل بر من دو دلم کدوم ور. خب اسفندیه، اسفند این قضیه این دوراهیه چیه؟ این دو دلیه چیه؟ حتی اینم میتونیم بگیم تا 2 وعده دیگه، یعنی 2 روز زمانی دیگه منتظر یه تغییرات بزرگ احساسی باش، اتفاقای خوب، چون ما هم داره دیگه اسفند تو این هفته. اسفند خب اصلا نه، اسفندیا یه ذره بچه حتما حواستون باشه در مورد اسفندیا. چی خدا رو شد در مورد اسفندیا هفته دیگه بکشیم ببینیم قضیه چیه. ما هی میخوایم از روش رد بشیم، از روی این کار رد بشیم. نه، یه چیزی هست، همون چیزی که گفتم، همون قضیه‌ای که گفتم. اسفندیا در آن واحد انگار وارد رابطه میشن، وارد رابطه های شکدار میشن، وارد رابطه هایی میشن که دو دلن، وارد مسائلی میشن که انگار عقلشون میگه نه، دلشون میگه برو. اسفندی های کات شده تا 2 روز آینده براشون وجود، براشون دیدار، براشون ملاقات میبینم. حتی برای اسفندی ها پیشنهادهایی دارم میبینم که اسفندی این هفته عقل و تدبیر شما نیست، بال نزن. این هفته داری طبق معمول همیشه عقلو میذاری زیر پات دیگه. من خلاصه‌شو بگم دیگه، با احساس داری میری جلو، اصلا میدونی این مسیر آخرش چیه دیگه، داری میکنی دیگه. چون کاری دست من بر نمیاد دیگه اسفنده دیگه. حالا انشالله هفته دیگه عاقل تر میشی. یه دعا میکنیم برای اسفندی‌ها که انشالله هرچی زودتر عاقل بشه. بعد بیاین کامنت ها رو بخونیم و نیت ها. بچه 12 ماه سالو گفتم که تو این هفته چی در پیش دارم. ما خیلی چیزا فهمیدیم. دلیل اینی هم که امروز تعدادمون کمه، الان میگم. الان دلیل این که امروز تعدادمون کمه، بله تعطیلی های آخر هفته است، همه تو مسافرت هست. قبل از اینکه بریم سراغ نیت ها، اما خوب شد اون تکنیت احساسیه رو نگرفتم. قبل از اینکه این هفته بریم سراغ تکنیت ها، لایک و کامنتتون باعث میشه پستامون بره اکسپلور و حمایتاتون ما رو دلگرم کنه. مرسی از حمایتاتون. تولد الهام خانم امروز مبارک باشه. تولد پیرار جان پیشا پیش مبارک باشه. بهمن ما تولدی خیلی داریم. همین الان همین 16 نفری که هستین، آخ یه دونه دعای خیلی خیلی مهم دارم براتون. واقعا اینو جدی دارم میگم. یعنی آمینا رو ببینم، حداقل 16 نفری، من 16 تا آمین بلند چه بسا بیشتر اینجا ببینم. دعا میکنیم برای الهام خانم که امروز تولدش رو تبریک میگیم و دعا میکنیم براش که هفته دیگه این موقع از ذوق و شادی حال دلش انقدر خوب باشه که نتونیم از شادی یه جا بشونیمش، یعنی در حال پرواز کردن باشه. از ته قلب، از ته دل از خدا میخوایم که همه چیزو باب میل الهام کنه.